بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي 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 وخلاقي إلهي 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 وخلاقي إلهي وخلاقي وحرزي وموئلي إليك لدى الإعسان واليسر أفزع إلهي لئن جلت وجمت داخل کردن خوشی در قلب یک مسلمان بزرگترین دستاورد عید است که این نعمت نصیب تعداد کم میشه. پس کسانی که خود فریب میتن میخواین به بهانه صلح قانون امریکا پایگاه امریکا در کشور ساخته شود، این انسانها دشمنای خدا هست. الله میگه مشرکین نجس است، در روز عید نجاست ها را در خانه چالان نکو برادر مسلمان. رسول الله در بین دو عید با بی بی عایشه نکاح کرده. امروز مردم افغانستان میگن نمیشه نکاح، یا نکاح رسول الله غلط بود. بسم الله الرحمن الرحیم. مسلمانان محترم، امروز روز جایزه هست. این جایزه بزرگ که از طرف الله جل جلاله بر بنده هایش داده میشه توسط ملائکه های الهی که امروز به زمین میآیند و بشارت میتن به کسانی که در ماه مبارک رمضان روزه گرفتن، طاعت کردن، عبادت کردن، الله جل جلاله را به اخلاص یاد کردن. بر از اینا بشارت میده که خوشا به حالتان. ماه مبارک رمضان با خوشی به نزد پروردگار میره. پروردگارا امت رسول الله صلی الله علیه و سلم از ما با بسیار صداقت، با بسیار اخلاص، با بسیار ایمان استقبال کردن. پروردگارا ما از اینا راضی هستم، خودت هم از اینا راضی شو. قرآن عظیم شان هم به بارگاه پروردگار شفاعت میکند. الها در این ماه که همه مرا استقبال کردن، ختم های قرآن بود، محافل ترجمه و تفسیر قرآن بود. این مردم با ایمان قرآن میخواندن، به معنایش گوش دادن، به او عمل میکردن، واقعا مرا استقبال کردن. الهی خودت از اینا راضی شو. و رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم وقتی که رمضان و وقتی که قرآن عظیم الشان و وقتی شبهای قدر از اینا اظهار رضایت میکنه، رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم به امت خود افتخار میکنه. برادران محترم، ماه مبارک رمضان ماه پاکی ها بود. اول انسان مسلمان در ماه مبارک رمضان توانست که عقیده خود آنقدر پاک و صاف بگردانه، آنقدر عقیده مسلمان 100% به الله جل جلاله آراسته و راسخ شده که در روزهای گرم ماه مبارک رمضان این مسلمان یکتا پرست
این مؤمن خداشناس با وجود از اینکه احساس بسیار تشنگی میکرد و هیچ کسی در بالای ازی قرار نداشت، احساس گرسنگی میکرد و غذا در خانهش آماده بود، هیچ کسی هم او را نمیدید بغیر از رب ذوالجلال. این انسان با داشتن عقیده 100% که ذاتی که مرا مراقبت میکنه الله جل جلاله است، بناهن از خوردن، نوشیدن، شهوات و ملذات خدا نگاه کرد و به این شکل عقیده خدا پاک، صاف، خالی از ریا و 100% عقیده خالص گشتند. انسان مؤمن در ماه مبارک رمضان ولو کسی برش جشنام میداد و یا امرایش می جنگید، با آن هم در مقابلش با اخلاق نیکو می گفت که من روزدار هستم. با گفتن این کلمات اخلاق خدا از تمام رذایل اخلاقی به فضایل اخلاقی برگردانید و واقعا ماه مبارک رمضان کورسی بود برای تربیه نفس برسیدن به مدارج عالی اخلاقی اسلامی. انسان مسلمان در ماه مبارک رمضان رابطه های خود را با تمام گناه ها، با تمام بدی ها، با تمام زشتی ها قطع کرده، روز با دهان پاک، دهانی که بوی متعفن از او که در ظاهر متعفن و ناخوشایند بود ولی در نزد رب ذوالجلال ای بوی از بوی مشک عنبر به نزد پروردگار بهتر بود، دهان خود آراسته ساخت. روزه می گرفت، نفل می خواند، در نمازهای جماعت اشتراک می کرد و شب با قیام و صلات و ختم و تراویح رضایت الله جل جلاله را حاصل می کرد. این مسلمان هر روز چیز جدیدی از قرآن می آموخت و هر روز در حلقه از حلقات درس قرآن اشتراک می کرد و به این شکل توانست که با جلایش و زیبایی قرآن قلب خدا پر نور، پر جلایش و مملو از ایمان و توحید بگردانه. انسان مسلمان توانست در ماه مبارک رمضان که خدا به مدارج عالی انسانی برسانه، انسان موحد، انسان با اخلاق، انسان با معنویت و انسان با فهم تمامی ارزش‌های عالی انسانی. این انسان مؤمن هم پاکی معنوی حاصل نمود و هم پاکی مادی. اکنون برادران مؤمن از خود بپرسیم که روزه کی واقعا قبول شده است و آیا روزی که ما گرفتیم روزه مقبول است؟ طبعا قبولیت روزه علاماتی دارد، زیرا رب ذوالجلال بر ما در قرآن عظیم الشان خبر داده که روزه، مدرسه، مکتب، پوهنتون و یا کورسی از کورس‌های تقواست. کسانی که روزهشان قبول شده است امروز در مسجد با خود و با پروردگار خود تعهد میکند که پروردگارا، آنچه من در رمضان انجام دادم برای ای که روزی واقعا مورد قبول تو واقع شده باشه، برای من توفیق نصیب کن تا 11 ماه باقی مانده رمضان نیز مثل رمضان با ایمان، با اخلاق و با تقوا باشه. کسانی که روزشان قبول شده است توفیق استمرار و دوام دادن
اعمال صالحه در 11 ماه دیگی بغیر از رمضان نیز برشان حاصل شده است. اما کسانی که با مجرد خواندن نماز عید مسجد ترک میکنن، رابطهشان دوباره با مسجد قطع میشه، در نمازهای جماعت اشتراک نمیکنن، در درسهای ترجمه و تفسیر و حدیث و قرآن شناسی در مسجد اشتراک نمیکنن و حلقات درسهای رمضانی را دوباره شکستانده و تا رمضان دیگر همه را فراموش میکنن، باید بفهمند که توفیق هدایت وقت نبود، روزه قبول نشده است. از خود بپرسیم آیا تصمیم داریم که بعد از رمضان 11 ماه دیگه به می شکلی که در نماز خفتن در ماه مبارک رمضان مسجد ما پر از ما بود، در نمازهای شام صفحه ها کلش مملو از نمازخانه بود، اگر عین شکل تصمیم داریم و در قلب با پروردگار خود تعهد میکنیم، بفهمیم که روزه ما قبول شده و توفیق الهی نصیب ما شده، توبه ما قبول شده، عبادت ما قبول شده، عذر و گریه هایی که کردیم قبول شده است. اما اگر قطع رابطه صورت گرفت، بفهمیم که روزه قبول نشده است، اشتراک در ختم ها دروغین بوده است، گریه های موقتی بی ارزش بوده است. زیرا آنچه در رمضان میکنه انسان موجب تقوا میشه. لعلکم تتقون در شخصیت این انسان در 11 ماه دیگر حقیقتا تمثیل میشه. هر کس از خود بپرسه آیا روزه من مقبول است؟ اگر مقبول است به چی اندازه متعهد است؟ اگر 40% متعهد است 40% قبول شده. اگر 60% متعهد است که بعد از رمضان عین احکام و عین عبادت ها را، عین اوامر را تطبیق میکنم، در اون صورت انسان متعهد است 60%. و اگر 100% تعهد میکنه که پروردگارا رابطه خدا با مسجد قطع نمیکنم، با قرآن قطع نمیکنم، با عبادت قطع نمیکنم، با تقوا قطع نمیکنم، به این شکلی که در ماه مبارک رمضان بودم، در ماه مبارک رمضان از حلال ها اجتناب میکردم، غذای حلال نمیخوردم، آب حلال نمی نوشیدم، با شهوت ها و نزدیک شدن به همسر که حلال بود برم منتظر بودم که الله اکبر گفته شود و ما او وقت دانه از خرما بعد از فرمان پروردگار بگذارم. پس متعهد هستم پروردگارا که به حرام خوب بعد از رمضان به درجه اولا نزدیک نمیشم. این انسان است که واقعا توفیق برش نصیب شده. حق انسان در روزی پی میاشت که الله سره دیره تینگ رابطه در لوده او اوس ده اختر پور است. الله سبحانه و تعالی تا تعهد که چه ای پروردگاره، پس روزی نه به همزه به همه شکل او همه طریقه جان بکن چه مخکل روزی نه او یا پر روزه کیوم. دغه انسان توفیق حاصل کړی د هدایت او دغه انسان روزه قبول ده. او کچیر دغه انسان پس له اختره بیرته په همغه معصیتو، همغه سریالو، همغه فیلمو، همغه بی‌حجابی، همغه بی‌حیایی، همغه لهو و لعب کې بیرته مشغولیږي، نو دینه د الله توفیق اخیستل سوی یقین دی وکي چې د دې روزه نه ده قبول. روزه د هغه انسان قبول ده چې تقوا حاصل کړی، او هغه انسان با تقوا ده چې 11 میاشتې نورې هم به الله سره به رابطه ټینګه ساتي. روزه کسی قبول است که تصمیم به نیکی ها دارد. الهی قبل از رمضان نمیفهمیدم، در رمضان دی کورس تعلیم و تربیه 1 ماهه
بسیار چیزا را فهمیدم، بسیار حقیقت ها را درک کردم، بسیار به اشتباهات خود متوجه شدم. بعد از این تصمیم دارم که آنچه که امر الله است و آنچه که ارشادات رسول الله صلی الله علیه و سلم است مطابق از او زندگی کنم. انسان مصمم در روز عید مستحق جایزه عید است. تصمیم به نیکی ها و تصمیم به ادای اوامر الهی و تصمیم به اجتناب از منکرات، این سبب میشه که انسان مستحق از این جایزه شود. و این جایزه را کی تعیین میکنه؟ کسی تعیین میکنه که به حال قلب تو با خبر است. بنابراین قلبت از همین لحظه مصمم بگردان که پروردگارا بعد از رمضان یک مؤمن واقعی خود بودم که تا رمضان دیگر رابطه‌ام به این شکل که در ماه مبارک رمضان با خالق مستحکم بود به این شکل مستحکم باشه. برادران عزیز، روز عید روز اطاعت و بندگی است. روز عید روز اطاعت و بندگی است. روز است که ماه مبارک رمضان ختامه مسک، آخرش زیبا می سازند. با زیبایی از این روز مقدس استقبال می کنند. با اطاعت و فرمانبرداری پروردگار این روز استقبال می کنند. این روز چه قسم استقبال کنیم؟ انسان مسلمان چگونه این روز باید استقبال بکنه؟ و رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم و صحابه کرام این روز چه قسم استقبال میکردن؟ طاعت هایی که یک مؤمن یکتاپرست در این روز باید انجام بده، اول نیکی با والدین است. هر انسان بعد از ارتباط با خالق ارتباط خود با والدین خود مستحکم می سازه. و بالوالدین احسانا، در این روز با مادر و پدر احسان نمودن بزرگترین امر پروردگار و بزرگترین اطاعت از پروردگار است. از این خاطر کوشش کنین که والدینتان را در این روز راضی بسازین. با والدینتان تعهد بکنین که بعد از این مطابق فرمان الهی با شما برخورد خواهیم کرد. احسان با زبان، احسان با الفاظ، احسان با اعمال. دوم، طاعت و خوبی در روز عید این است که انسان به نزد دوستا و منظور از دوستان مؤمنان است. به نزد هر مؤمن از اقارب باشه و یا همسایه ها باشه و یا سایر مسلمان ها در روز عید برادرها بخیلی نکنین. هر کسی که در اطراف تو هست بالای تو حق داره که به امرایش عید مبارکی بکنی. منتظر از این نشو که احمد مشناسم، اون در قطار دیگه یک نفر مشناسم و سون ای کسی که در پالوی تو هست و در عقب تو هست به طرف از او نظر بکنی. انما المؤمنون اخوه، مؤمنان برادر یک دیگرند. از این خاطر آغوشتان در مقابل هر برادر مؤمنتان باز کنین، با اونا رفت و آمد کنین، با اونا نشست و برخاست کنین، با دوستا و اقاربتان محبت کنین، با همسایه ها تجدید رابطه کنین تا رضایت الله جل جلاله را کسب کنین. سوم، صله رحم است. منظور از صله رحمی است که انسان مؤمن اقاربی که با تو قطع رابطه کردن در اولویت اونا را قرار بدین. حضرت ابراهیم علیه السلام به خاطر امر الله جل جلاله آماده شد که فرزند خود قربان بکنه. تو چی قربانی میتی؟ امروز روز امتحان هم است. الله جل جلاله به طرف تو میبینه که آیا آماده قربانی هستی و یا نیستی. و آماده قربانی کسی است که تکبر خدا
بالای تکبر خود لگد بمانه و برعکسی از او تواضع کنه و هر کسی که در حقش ظلم کرده، به امرایش ناروا کرده، برش الفاظ زشت گفته و پیش از او بره و برش بگویه که ما امرای تو عید مبارکی و دوستی به خاطر رضایت الله جل جلاله میکنم، میخوایم خود قربانی احکام الهی بکنم. اما کسانی که در روز عید هنوز هم خفه هستند، هنوز هم جنگی هستند، از جایزه الهی محروم هستند. زیرا انسان متکبر، انسان خودخواه، انسانی که مطابق اوامر الهی از بدیهای دیگران نمیگذره، مستحق جایزه الهی شده نمیتونه. الله جل جلاله توفیق بده ما را که مستحق یک جایزه چی که 100 جایزه الهی شویم. برادران محترم، ترحم بر فقرا سنت دیگری از سنت‌های عید است. در روز عید بسیار شیطان وسوسه میکنه، فلان فقیر چطور است، فلان فقیر این قسم است. پشت زیاد فلسفه نگرد، در 2 افغانی و 5 افغانی خلاص از همه وسوسه ها انسان خود خلاص کنه، با فقرا همکاری بکنه و به اقارب و همسایه های فقیرش که برای این چیز نداره و تو خبر داری، باید حتما بر از 2 کیلو کلچه و 2 کیلو کیک و چاکلیت و شیرینی گرفته 500 افغانی را مصرف کرده و به خاطر رضایت الله جل جلاله خانه یتیم، بیوه، فقیر و بینواره هم خانه خوشی بسازی. داخل کردن خوشی در قلب یک مسلمان بزرگترین دستاورد عید است که این نعمت نصیب تعداد کم میشه و الله جل جلاله ما را توفیق نصیب بکنه که این جایزه را هم حاصل بکنیم. آشتی و صلح بین 2 جهتی که در جنگ هستند، در دشمنی هستند، مسلمان سعی و تلاش بکنه که در این روز بین 2 برادرش که با هم خفه هستند سفیر صلح شوه و اونا را بگویم من سفیر عید هستم، سفیر رب ذوالجلال هستم، خلیفه الله در روی زمین هستم. بین از این 2 نفر دوستی کنه، بین از این 2 نفر دوباره آشتی کنه، برش بگویه برادر عزیز بتی دستتا، بیا که خانه فلانی نفر بریم، سون روی ازو سیل نکو، سون گپایش فکر نکو، سون چیریش فکر نکو، لحظاتی که با امرای تو دشنام داد تر او را هم از یاد ببر، فقط به خاطر رضایت الله جل جلاله بیا میریم دروازهش تق تق میکنیم و برش میگیم که السلام علیکم و رحمت الله. انسانی که بین 2 مسلمان صلح ایجاد میکنه او هست انسانی که مستحق جایزه شدن. و یا صلح بین 2 برادری که در 2 جبهه می جنگن، نه ای که ما فریب بتیم، دروغ بگوییم، فرمانهای امریکا را بگوییم این را ما قبول داریم، برنامه‌های غرب قبول داریم، ما میخواهیم که با برادر مسلمان به شرط صلح بکنیم که تو بیایی مثل ما وارد غلام امریکا شوی، بیایی به برنامه‌های امریکا تسلیم شوی، بیایی به برنامه‌های دشمنای اسلام تسلیم شوی. این انسان‌ها باید بفهمن که اینا دروغ میگن. وقت انسان حقیقتاً از صلح صحبت میکنه که حق برادر مسلمان خود ادا بکنه، حق استقلال این وطن ادا بکنه، حق قرآن در این کشور ادا بکنه، بیرق لا اله الا الله را در اینجا بلند بکنه و بگویم ما به این شرط صلح میکنیم که در اینجا بیرق لا اله الا الله بلند شود، در اینجا پای خارجی نباشه، در اینجا دخل خارجی ها نداشته باشن، در اینجا حاکمیت قرآن باشه. فلا و ربک، ای مردم متوجه باشین، الله اخطار میته و بر از مسلمان های دروغگوی میگه که فلا و ربک لا یؤمنون، قسم است به پروردگارت ای محمد تا زمان اینا مؤمن نمیشن حتی یحکموک فیما شجر بینهم، تا که ارشادات قرآن و سنت اساس صلحنامه های خود قرار نتن، تا وقتی که گفته های پیغمبر
اساس صلح قرار نتن، تا وقتی که مسلمان برادر خود فکر نکنن و تا وقتی که دشمنای اسلام دشمن خود فکر نکنن. پس کسانی که خود فریب میتن میخواین به بهانه صلح قانون امریکا، پایگاه امریکا در کشور ساخته شود، این انسان ها دشمنای خدا هست، از جایزه عید محروم هستند. رمضان بر از اینا رحمت نیست، غضب خداست. قرآن غضب خداست، دین لعنت خدا سر از این انسان ها. الله جل جلاله ما را از این انسان های منافق نگاه بکنه پروردگار متعال. در روز عید برادر محترم یاد الله جل جلاله را باید، یاد الله چی است؟ یاد الله این نیست که ما فقط تسبیح پرتیم سبحان الله سبحان الله بگیم. اذا ذکر الله وجلت قلوبهم. مؤمن حقیقی کسی است که وقتی که در روز عید، در روزهای دیگر در مقابل گناه قرار میگیره و الله به یادش میآید، وجلت قلوبهم، دلش لرزه میشه و فوراً تلویزیونی که در اونجا خواندن ها و رقص هاست در بین از اون مشرکین است، اون دو نجس است. انما المشرکون نجسان، الله میگه مشرکین نجس است. در روز عید نجاست ها را در خانه چالان نکو برادر مسلمان. اون دوها را نمان که برنامه های هندویسم در خانه تو چالان بکنن، با عوضش از سیدی های اسلامی استفاده بکن، از کست های اسلامی استفاده بکن، از رفت و آمد اسلامی استفاده بکن، از دوستی و محبت اسلامی استفاده بکن. هشتمین کسی که مستحق جایزه میشه کسی است که از معصیت ها در روز عید خدا نگاه میکنه. برادرای عزیز متوجه باشین که شیطان یک ماه بسته بود، شیطان های جنی، اگرچه شیطان های انسانی باز بودن. تلویزیون هایی که مردم به فسق و فجایی دعوت میکردن در رمضان هم کارهای شیطانی خدا کردن، لکن شیطان های جنی بسته بودن. در روز عید هر دو شیطان ها با هم دست داده و میخواه که دیوار، حصار، قلعه ایمانت را دوباره چپه کنن. با زلزله معصیت دوباره تعمیری را که در رمضان آباد کردی، تقوایی که حاصل کردی او را از بین ببرن و ای با معصیت ها میشه. برادرای عزیز کوشش کنیم که روز عید با عبادت خالق و دوری از معصیت تجلیل بکنیم. این معصیت ها چی است؟ این معصیت ها چی است که ما باید در روز عید از او اجتناب کنیم؟ اول برادر عزیز دو فرهنگ است، دو راه است، دو شیوه است. فرهنگ الهی، فرهنگ اسلامی، قانون الله، سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم برای ما میگه که روز عید روز خوشی است. مسلمان روز خوشی است. الله میگه خوشی کن. فرهنگ جاهلیتی که در افغانستان قبل از اسلام مانده و تا امروز بر ضد الله و بر ضد امر الله، این فرهنگ همیشه تعقیب میشه. فرهنگ فاتیاگیری از در روز عید. الله میگه خوشی کن، دشمنای الله میگه فرهنگ پوچ جاهلیت میگه که در این روز فاتیاگیری کن، غم دوباره زنده کن. در خانه کسی که 4 ماه پیش کسش فوت کرده، غمش گم شده، او روز خانه از او را دوباره پر از غم بگردان. این فکر غیر اسلامی است. و کسایی که در روز عید میره خوب متیقن باشه، کسی که در روز عید در فاتیا میره فقط برادر کسی که دیروز فوت کرده باشه یا امروز فوت کنه او را نمیگیم، اما کسانی که 4 ماه پیش 6 ماه پیش این فوت کرده و امروز یک تعداد با لباسای نو، با لیشای دراز، با دستارها دروازه از رو تق تق میکنه و اونا منتظر خوشی هستن و اینا در خانه خوشی از اونا را غم میگردانن. روز عید ریز خوشی هستی را غم میگردانن. بفهمن این مردم ها که اینا ضد امر الله در حرکت هستن. از خدا بترسین. در روز عید
فاتحه گیری نکنین. کسایی که 40 و 2 ماهش و 3 ماهش تیر شدن از خدا بترسین، این روز غم نگردانین و اگر در خانه کس میرین مردهش یاد نکنین، برین به ای که روز عید است، روز خوشی است، خوشحالی بکنین، در قلب از اونا هم خوشی رو بیارین تا که الله از پیش ما خوشحال شود. الهی ما را توفیق بده که از این فرهنگ‌های جاهلیت خدا دور بسازیم. دوم، فرهنگ دیگه‌ای که در افغانستان زیاد است، روز عید روز رفتن پیش زنده هاست، نه روز رفتن در قبرستان ها. وقتی در قبرستان رفتی حتما اقاربی که اونجا دفن است به یادت میآید، خوشید به غم مبدل میشه و یا فکر میکنی درباره مرگ خود و در این روز در فکر مرگ میشی و گریه میکنی. الله جل جلاله میگه 2 روز روز خوشی تا نسو مسلمانان، روز خوشی روز غم نسازین. رفتن به قبرستان و به یاد آوردن مرگ خود در روزهای دیگه درست است، اما در این روز مناسب نیست که یک مسلمان روز خوشی را با خود روز غم بسازن. روزی که الله برای ما خوشی تعیین کرده باید این روز خوشی بگیریم. سومی عمل ناروا و حرامی است که باز هم ارتباط میگیره به فرهنگ پوچ و غلط. این فرهنگ پوچ و غلط چی است؟ قرآن نمیفهمن، سنت از دل خود تطبیق میکنن و عدم فهم آنچه که در دین است سبب از این میشه که ضد دین کار میکنن. برادرای عزیز، نکاح چه وقت ناروا هست؟ در عید. در روز عید فقهای اسلام میگن اگر در روز عید جمعه هم باشه، یعنی اگر عید در روز جمعه آمد، امروز خود سه‌شنبه است، امروز خود جمعه نیست، هیچی حکم تطبیق نمیشه در عید. در عید که روز عید در روز جمعه هر دوش با هم یک جای بیاین، بین نماز عید و بین نماز جمعه نکاح نیست. برای چند ساعت؟ برای 2 ساعت الی 3 ساعت، چون وقت نیست. بعضی از انسانهای خرافاتی، بعضی انسانهایی که همیشه به ایرق ضد اسلام به دستشان است، بعضی کسایی که هیچ وقت دین نمیخواین تطبیق بکنن، میگه نکاح کردن در بین 2 عید حرام است. برادر، کسی که حلال حرام میگردانه از علما پرسان کنین، کافر میشه، مرتد میشه. بیبی عایشه صدیقه ام المؤمنین، مادر مؤمنان، بیبی عایشه چی میگه؟ من کسی هستم که 14 آیت قرآن در پاکیم آمده. من کسی هستم که قرآن مرا مادر تمام مسلمان های دنیا گشتانده. و ازواجه امهاتهم، همسرای پیغمبر مادرای شما هستند. در این روز میگه از مکه دکی خوشبخت‌تر است، همسر رسول الله هستم و قرآن میگه الطیبات للطیبین، زنهای پاک نصیب مردهای پاک میشه. رسول الله پاک بود و من زن پاک الله نصیبش کرد. از مکه خوشبخت‌تر کی است؟ که مادر تمام مؤمنای جهان هستم، از صحابه گرفته تا روز قیامت. از مکه کی خوشبخت است که همسر رسول الله هستم. از مکه کی خوشبخت‌تر است که به خاطر یک تهمت منافقین 14 آیت قرآن به پاکی من نازل شد. مکه هستم. بیبی عایشه ام المؤمنین رضی الله عنها، حافظ قرآن، فقیه، به درجه فتوا که کبار صحابه مشکل می داشتن می آمدن از بیبی عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها پرسان میکنن. استاد پوانتون صحابه از این کده میگه از مکه کی خوشبخت‌تر است که ما در بین 2 عید ازدواج کردیم. رسول الله در بین 2 عید با بیبی عایشه نکاح کرده. امروز مردم افغانستان میگن نمیشه نکاح. آیا نکاح رسول الله غلط بود؟ آیا رسول الله سرش غم آمد؟ آیا از رسول الله که خوشبخت‌تر در دنیا هست؟ چیزی را که رسول الله خوشبختی میگفت امروز مردم در بین از اون نکاح نمیگن. از این خاطر
این کسایی که کمر خود به دشمنی الله بستن، کمر خود به دشمنی رسول الله بستن، آنچه که رسول الله خوش داره اینا میگن این بد است، آنچه که رسول الله میگه حلال است یا میگه حرام است، باز این مردم هستن که با زنا مبتلا میشن، با گناه مبتلا میشن، در 25 و 27 نکاح میکنن، عروس میرن، داماد نمیتونه حوصله کنه، باز بر ما زنگ میزنه که صاحب پدر بدبخت ما بر من نکاح کرد این وقت و ما حوصله نکردم، روزه ما خوردم، روزه ما شکستاندم. گناهش به سر کیست؟ به سر همون کسی است که همین فرهنگ جاهلیت در این کشور رواج دادن. از بدیهای این برادرای عزیز بوسیدن روی است در وقت دست دادن و در وقت این مبارکی. بوسیدن روی یکی از رواجهای زشت است که از غیر مسلمان ها آمده. از این خاطر روی ماچی برای مسلمان ها نیست. این خارجی ها هستن زن و مرد میخیزن روی ماچکانی میکنن. این خارجی ها هستن که دو مرد بین هم روی ماچکانی میکنن. این اسلام نیست. از خدا بترسین. در روزی که میخوای جایزه بگیرید پس جایزه تا زمین میزنی که بشکنه. باید آدم احکام اسلام یک تطبیق بکنه. بدی دیگه که در روز عید از برادرای عزیز کسی باید اجتناب کنیم، اختلاط زنا با مردا هست. بسیاری کسا وقتی که عید شد برادر بچه کاکا، بچه ماما نامحرم است، ایور نامحرم است، بچه ایور نامحرم است، اقارب شوهر نامحرم است. از خدا بترسین از این اختلاطاتی که بین زنها و مردا در روز عید. ملائکه برای جایزه را پیش میکنه و میبینه در خانه که مستحق رحمت است، پس دروازه‌ش با لغت میزنه، میگه این مردم مستحق لعنت هستند به خاطر که امر الله را شکستاندن و دوباره اختلاط کردن. برادر عزیز، از اختلاط غلط بین نامحرما اجتناب بکنیم. مشابهت زنا با مردا و مشابهت مردا با زنا موجب لعنت میشه. رسول الله صلی الله علیه و سلم چی میگه؟ لعن الله المتشبهین من الرجال بالنساء. لعنت الله هست سر مردهایی که خود مشابه با زنها میسازن، و لعنت الله هست سر زنهایی که خود مشابه با مردها میسازن. زنی که خود مشابه با مرد میسازن و مردی که مشابه خود با زن میسازن، لعنت الله را کسب میکنن. حالا کلگی میفهمه که لعنت در روی میایه، لعنت در موی میایه، لعنت در مشابهت ببخشید در موی میایه، مشابهت در روی میایه، مشابهت در لباس میایه. بعضی مردا هستن امیال در بین آرایشگاه مردانه خود دخترها آورد جور میکنن. لعنت خدا سرش است ولو که روزه گرفته باشه. بعضی زنها از خود مشابه با مردها میسازن. این هم برادرای عزیز از این انسان اجتناب بکنن. مشابهت با غیر مسلمان ها از فرهنگ زشت دیگه است که این بسیار بد است. فرهنگ دیگه زشت مشابهت مسلمان ها با غیر مسلمان است. غیر مسلمان در روز عید خود لباس های پولوچ میپوشه. زنای غیر مسلمان در روز عید سر خود برهنه میکنن. مردهای بی غیرت غیر مسلمان که ایمان نداره غیرت خود ایمان جلب میکنن. زنای خود برهنه، آستینای گاچ، سرلوچ، سرخی سفید کردگی در بیرون میگردن. این فرهنگ غیر مسلمان ها هست که در عیدهای غیر مسلمان ها صورت میگیره. مسلمان نباید در روز عید باید ناموس خود بدر بهاد نته، از پوشیدن لباس های اندوها، از استفاده کردن لباس های اندوها، از فرهنگ اندوها پرهیز کنن. هیچ اندو در روز عید خود لباس مسلمان ها را نمی پوشه. یک روز یک اندو مرا گفت شما عجب ایمان دارین، ما در کل هندوستان یک اندو نام محمد سر اولاد خود نمیمانه، نام فاطمه را سر دختر خود نمیمانه، پیرنتنبان مسلمان ها را اندو نمیپوشه، لباس اسلامی را نمیپوشه. شما خیلی چه قسم عقیده دارین که نامتان نام اندو، لباستان لباس اندو؟ خالف المشرکین، رسول الله صلی الله علیه و آله گفته با مشرکین شما چی کنین؟ مخالفت کنین. حتی در ریش مسلمان ها ریش خود سفید میگذاشته. پیغمبر
یهودی ها هم ریش میمانند سفید خالص. رسول الله هم گفت تغییر بده ریش را، خینه بکنید تا که چهرهت مشابه با چهره یهودی نباشه. خالف المشرکین. پس تو چطور لباس در روز عید که روز مقدس است؟ آیا روز مقدس با لباس مشرکین تجلیل شود؟ ببین که فاصله رحم از کجاست تا به کجا. دیگه از فرهنگ‌های زشت برادر اسراف و خودنشان دادن است. بسیاری کسا میری در خانهش میفهمه که من استاد بیچاره اگر زیاد بخورم به کدام نفر رفته بود در خانه کدام کس 20 دانه نان برش مانده بود، بازو گفته بود مرا چی فکر کردی؟ چطور فکر کردی؟ یک دانش پس ببر، یعنی 19 دانش بان. در روز عید برادر بعضی کسا میفهمه که میمون مکامت از یک چارک زیاد تربوز خوردن نمیتونه، 3 سیره میره پیش روش کوت میکنه. به خاطر چی؟ خود نشان میده. اسراف، تکبر، خود نشان دادن. چی در لباس باشه؟ لباس ذلت میشه در روز قیامت. چی در غذا باشه؟ غذای ذلت در روز قیامت میشه. غذا میخوریم، کلچه میگیریم، خوشی میکنیم، لکن نه به اساس تکبر و اسراف و خودنمایی ها. برادر عزیز، زشتی دیگه که این روز مقدس خفه میسازه از ما. تجلیل از روز عید با ساز و موسیقی هست. برادر روز مقدس از روز عید رسول الله صلی الله علیه و در مدینه منوره آمد، دید که مردم 2 روزه تجلیل میکنن. عید 2 روز بود که در عصر جاهلیتی را تجلیل میکردن. یکی روز عید نوروز بود، به نام عید نوروز میگفتن. عرب ها عید نیروز میگفتن. نیروز و او را گرفته بودن از آتش پرستا. عید نوروز و عید دیگه به نام مهرجان بود که عربا مهرجان میگفتن. اصلا از دری به نام مهرگان گرفته شده بود در آغاز میزان و این در آغاز حمل. رسول الله صلی الله علیه و سلم به مدینه منوره آمد، گفت چی هستن؟ اما کسایی که قول رسول الله صلی الله علیه و سلم قبول دارن چی میگن؟ کان لاهل المدینه فی الجاهلیه یومان من کل سنه. میگه در مکه نبود، در مدینه منوره. چون در مدینه منوره اهل ادیان زیاد آمده بودن. در مدینه منوره ادیان زیاد بود، در مکه مکرمه نبود. میگه مردم مدینه در جاهلیت 2 روز داشتن که در هر سال او را یلعبون فیهما، که در این 2 روز اینا ساتری میکردن، خوشی میکردن، تجلیل میکردن، لباسای پاک میپوشیدن. فلما قدم النبی صلی الله علیه و سلم، وقتی که نبی کریم صلی الله علیه و سلم آمد، قال برشان گفت سعی کن این گپ رسول الله صلی الله علیه و سلم شروع میشه از اینجا. کان لکم یومان تلعبون فیهما، شما 2 روز داشتین مردم مدینه منوره، ای امت من. در مؤمنین در مدینه منوره خطاب کرد رسول الله، شما 2 روز داشتین که در او تلعبون فیهما و قد ابدلکم الله بهما خیرا منهما. الله جل جلاله به عوض از این 2 روز این 2 روز تبدیل کرد. تبدیل چی معنی؟ نگفت که 2 روز هم باشه 2 روز دیگه هم باشه. تبدیل کرد به عوض از این 2 روز. الله 2 روز بهتری را، یوم الفطر و یوم النحر. این 2 روز کدام روز عید مسلمان است؟ روز عید فطر که امروز است و روز عید قربان. دیگه مسلمان ها عید نداره. کل عیدای کریسمسش مربوط به فرهنگ نصرانی ها میشن، نیروزش مربوط به فرهنگ آتش پرستا میشن. این عیدای دیگه که مردم روز مادر و روز طفل و روز فلانی کشیدن، اون روز مادر به خاطر از این کشیدن که مادر خود از خانه میکشن میبرن در کمپیرخانه جای میتن، باز 1 سال او را دقیقش نیستن، باز در 366 روز سال باز 1 روز 1 دستگل میبره، باز میگه مادر جان مبارک باشه مادر جان، خلاص. اما مسلمان خب 24 ساعت روز مادر است. هر روز مادر ما پیش ماست، در خانه ماست، قدر داره. هر روز مادر است. هر شب قدر است اگر قدرش رو بفهمیم. دیگه چی هست؟ روز طفل چی هست؟ اطفال خود بردن در شیر خوارگاه ها، مادر برای شیر نمیته، میگه اندام ما خراب میشه. زن غربی او طفل باز 1 روز از مهربانی پدر و مادر محروم است، باز 1 روز به نام روز طفل که باز میرن در کودکستان ها، در مکاتب و شیرخوارگاه ها، باز روز طفل تجلیل میکنیم. ما تو خب 24 ساعت اولادای ما باور بکنید بسیاری شبا که من خواب میکنم
دو تا کله طفل دیدم از دو تا جایسه یکشان در سر شکمم تا کار خواب بره باز وارو وسو کنیم هر روز هر شب روز طفل ما هر روز. از این خاطر ایدار اسلام نمیشناسه. معلم چی است؟ معلم در کشورهای غربی من از یک انسانی که ماش میخوره پیسه میگیره در سرک میره برش سلام نمیده به معلم خود. باز روز معلم یک سگل برش میبره باز دلش نکفه. اما ما که معلمین و استادا هستیم باور بکن تو روز شده که در فروشگاه تیر شدیم از 100 متری یک نفر دویده می السلام علیکم استاد و علیکم السلام استاد 5 سال پیش من محصل شما در اقتصاد بودم شما را از دور دیدم دلم طاقت نکرد دویده آمدم فقط آمدم احترام میکنم و پس میرم. ما خب برادری قسمی معلم نیستیم. حالا ما شاگردای 20 سال پیش من الان پیش مید مبارکی میایم بغیر از شاگردای آخ که رابطش قطع است واقعا نمیگم لکن شاگردایی که واقعی هستن اونا حتی از 20 سال پیش و 30 سال پیش به قطع استاد خود ارتباط داره. بین معلم و بین شاگرد ارتباط معنوی است. یک روز معلم چیز که سگل بیاره باز بساباش برش سلام نده. پس از دیدگاه اسلام فقط دو روز عید است. یکی روز عید قربان است و یکی عید رمضان. دیگه این روزهای دیگه کس اعتبار شرعی نداره و اگر کسی اینا را تجلیل میکنه از دیدگاه علمای اهل سنت و الجماعت مبتدع هست ضد قول پیغمبر صلی الله علیه و آله عمل کرده. دیگه آخرین سخن برادرای محترم که بخیر نمازی میخوانیم آخرین سخنی است که نبی کریم صلی الله علیه و آله یک حدیث دیگر هم گفته که امروز گفتن از بسیار ضروری است براتون و این بسیار خوب است خوش خبری خوب است و وی است که وقت انسان یک عمل انجام میده الله جل جلاله امی عملت را 10 چند پاداش داده. یک ما روزه گرفتی الله جل جلاله بر تو اجر 10 ماه را نوشته کرده. یک سال چند ماه است؟ 12 ماه. حالا بر تو نوشته شده چند ماه؟ 10 ماه. ماند 2 ماه دیگه. رسول الله صلی الله علیه و میگه که من صام رمضان کسی که ماه مبارک رمضان روزه بگیره ثم اتبعه باز بعد از این تعقیب کنه بعد از رمضان 6 روزه دیگه از ماه شوال هم روزه بگیره کان کصیام الدهر مثل که انسان مکمل عمر اگر هر سال می کار بکنه مثل که مکمل سال این روزه دار است. یعنی اگر تو میخوای که ثواب یک ساله روزه را حاصل بکنی در ماه عید همین امروز این اول شوال است بغیر از روزهای عید که خوشی است در دیگر روزا روز 4م 5م 6م 6 روزه پوره کنین برادرای عزیز. شرط نیست که پی در پی بگیری. میتونی یک روز بگیری باز 2 روز نگیری 3 روز نگیری باز یک روز بگیری. میتونی هر 6 یک جایی بگیری. میتونی هر 6 در اول ماه بگیری. میشه که در وسط ماه بگیری. میشه در آخر ماه. یعنی قید نیست. اگر کسی همین 6 روزه در شوال هم میگیره الله جل جلاله ان شاء الله تعالی برای انسان اجر 6 ضرب 10 که شود چند میشه 6 در 60 روز ما 2 ماه شد. پس 10 ماه اینجا ثواب شد 2 ماه همون شد 12 ماه پوره شد و این اجر است که الله جل جلاله برای ما و شما توفیق نصیب بکنه که اینم روزه بگیریم. برادر عزیز از اینکه عید سال یک مرتبه میه و بسیاری از برادرای ما احکام عید نمیفهمن من براتون خدمتتون یک مرتبه همین شکل ادای نماز ده میگم که خیر از برادرایی که یاد دارن اونا عفو کنن فقط بر برادرای میگم که اونا یاد ندارن کسایی که یاد داره طرف از اون احترام تقدیم. برادرای عزیز اول مسئله نیت است. در افغانستان زیاد شاله پشت نیت میشه. نیت قلب است. نیت قلب است. همین که تو همینجا آمدی به چی نیت آمدی؟ به این نیت آمدی که نماز چی رو بخوانی؟ نماز عید سعید فطر رو بخوانی. و این نماز هم به این نیت است که نماز واجب است به خاطر ادای یک واجب آمدی. پس نیت قلبی تو درست است. که آمد مجاهد که امام الله اکبر گفت بعضی کسا تکبیر تحریمه را از دست میده و منتظر از است که نیت کردن بخوانم 2 رکعت نماز قطعی عید رمضان واجب این وقت تو باز از پیشش باز تکرار میکنه خود در نیت سبحانك اللهم از پیش تیر میشه و تکبیرات هم تیر میشه و این هنوز مصروف نیت است. پس نیت قلبی هست. زیاد سر نیت اصرار نکنیم. ان شاء الله که زمین خانی تا حرکت کردیم و آدمی شیشتین منتظر از زمین هستیم که نماز عید سعید فطر بخوانیم و این نماز واجب است. این همین نیت ماست. دوم نقطه که این از برادرای عزیز 2 رکعت است نمازی مثل 2 رکعت دیگر نمازها خوانده میشه. اول امام الله اکبر میگه دستای خود بسته میکنه
سبحانك اللهم کلگی میخوانم سبحانك اللهم و بحمدك و تبارک اسمك و تعالی جدك و لا اله غیرك. کوشش کنیم که معنای از این یاد داشته باشیم. باور بکنیم برادر، ما میل یک دخترک خورد مکرزو یک سیدی جور کردیم به معانی نماز. میتونی از زبان طفل یک نفر یاد بگیره، اعضای خانواده خود آدم یاد بده. معنای نماز باید یاد داشته باشیم. چطور یک طفل 6 ساله را من تانستم که سبحانك اللهم را یاد بگیره و یک نفر 30 سال 40 سال نماز بخونه معنای سبحانك اللهم یاد نداشته باشه. امکانات حال بسیار زیاد است. یک دانه سیدی را بگی در 2 روز معنای نماز یاد میگیری. سبحانك اللهم پاکیست را یا پروردگارا و بحمدک و حمد و ثنا و صفات از بر تو و تبارک اسمک و برکت اسنام تو و تعالی جدک و بسیار عالی است منزلت تو و لا اله غیرک. با قلب پر از خشوع سبحانك اللهم را میکنیم. بعد از امام 3 تکبیر میگه. تکبیر اول دست خود بالا میکنه الله اکبر، دست خود کشال میکنه، بسته نمیکنه. تکبیر دوم باز میگیم الله اکبر. تکبیر سوم باز میگیم الله اکبر، چون بعد از این دست بسته میشه. 3 تکبیر تا گفتی پس دست بسته میکنه. الحمدلله، اعوذ بالله، بسم الله، الحمدلله. امروز سوره خوانده میشه. رکوع و سجده هست، مثل دیگه نمازهای 2 رکعاتی دیگه کدام فرق نداره، فقط همین تکبیراتش فرق داره. دیگه کل چیز مثل نمازهای 2 رکعاتی عادی است. در رکعت دوم فرق بین رکعت اول و دوم در چی است که در رکعت دوم تکبیرات داخل گفته میشه. اول بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله خوانده میشه، سوره خوانده میشه. بعد از اون چی میکنیم؟ باز تکبیر میگه الله اکبر، یک تکبیر شد. الله اکبر، تکبیر دوم شد. الله اکبر، تکبیر سوم شد. انال تکبیر چهارمی تکبیر رفتن به رکوع هست. این 3 تکبیرت خلاص شد. باز میگیم الله اکبر، به رکوع میریم. و به این شکل بعد سجده و رکوع و سجده میریم. اتحیات یا رو خلاص کردن، سلام دار میدیم. بعد سلام برادرای محترم که از گپ نمیزنن منتظر میباشن که خطیب خطبه را بخونه. خطبه خوانده میشه، باز دعا میکنیم. بعد از او بخیر کلگی عید مبارکی میکنیم. مولاي صل وسلم دائما 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 مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين والثقلين والفارقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل دائما أبدا على حبيبك خير خلق الله كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم.
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصد. محمد سيد الكونين والثقلين، محمد سيد الكونين والثقلين والفارقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل دائما أبدا على حبيبك خير خلق الله كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر، ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر، ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، يا ربي بالمحمد سيد الكونين والثقلين، محمد سيد الكونين والثقلين والفارقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل دائما أبدا على حبيبك خير خلق الله كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر، ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر، ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، يا ربي بالمصطفى
واسع الكرم مولاي صل